الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لله تعالى. من يجوز له الفطر. این باب در بیانی یعنی احکام معذورین در باب صوم، کسایی که عذر دارن روزه گرفتن نمیتونن. یعنی باب در بیانی کسی که جایز است برای فطر یعنی روزه رو خوردن. خب الشیخ قدری رحمه الله میفرمایند من کان مریضا فی رمضان فخاف، کسی که مریض یعنی بیمار باشد در ماه رمضان پس خاف الخوف المعتبر شرعا، پس ترسید. از بیان میکنند که ترسیدن این چی معنا داره، یعنی با کدوم معنا؟ یعنی ترسید، ترسی که میگم معتبر باشد این ترس در شریعت، ترسی معتبر که شریعت او را همچون ترس حساب کند. خب بعدا بیان میگه و هو ما کان مستندا لغلبة الظن بتجربه او اخبار مسلم عدل او مستور حاذق. خب میگه ترس یعنی در سلامتیش، ترسید برای سلامتیش که و همون میگه در حالتی باشد که خب همون مستند برای همون غلبه گمانش باشه، یعنی گمانش غالبیت، یعنی در غالب گمان همین است که همین با تجربه باشد، یعنی تجربه دارد که اگر روزه بگیرد شاید هم معده‌اش چی شود، بیماری معده‌اش زیاد شود مثلا تجربه دارد میدوند. او اخبار مسلم، یا که خبر دادن یک طبیبی مسلمانی که عادلین عادل باشد، مسلمان فاسق نه، مسلمان عادل باشد. او مستور حاذق، یا که این عدالتش مستور است، خیلی که گفتیم در ظاهر عادل است، در باطن الله اعلم خودش میداند. حاذق یعنی ماهر است، یعنی بگیم دکتری عادی نیست، یعنی ماهر است. خب همین دکتر خبر میتید مسلمان باشد، عادل باشد، ماهر باشد، یا خودش تجربه دارد که این صام ازداد مرضه، اگر روزه بگیرد مرضش یعنی بیماریش زیاد میشود. او ابطا برؤ، یا که با تأخیر میافتد همون شفاش، برؤش یعنی شفاش. خب در این حالت این گروه انسان ها افطر و قضا، افطار میکند یعنی روزش میخورد و قضا میورد ان شاء الله اگر صحت پیدا کرد. خب این حالی کسی که مریض است، بیمار است در ماه مبارک رمضان. دیدید که یا این یعنی با کدام دلیل، یعنی با کدام علت میتواند روزش بخورد، یا اینکه خب خودش مثلا تجربه دارد، یعنی با غالب گمانش همین است که تجربه، اما اگر شبهه و شک داشته باشد تجربه ندارد، یکم بار مریض شده شاید روزه را گرفته بتونه، شاید نتواند، در این حالت حق ندارد وای از پیش خودش بگیم فتوا بده روزش بخورد. خب بگیم گرفتگی از سال اول نتونست، سال دوم بعد میتواند که البته تجربه دارد روزه نگیرد. یا که یک طبیب مسلمان که عادل باشد، با فاسق نباشد، یا که مستور الحال باشد که و اون باز ماهر باشد، با یعنی هر خیل طبیبی بگیم عادی ماهر باشد. بعدا اینا خبر میدن که مثلا همین روزه در فلان بیماری تو ضرر دارد، یعنی تو باید بخوری در چند بار، مثلا مثل همون کسایی که گفتیم بیماری معده هستند، برای همون مشکل است در حقیقت روزه گرفتنشون. خب اینا میخورن روزه را، بعدا قضا میارن. برای چی روزه را میخورد؟ لان زیادته و امتداده، چون که میگه زیاد شدن مرضش یعنی بیماریش و دراز یافتن بیماریش قد یفضی الی الهلاک، شاید که او را چکار کند، خب برای اون بسوی هلاکش میکند. فیحترز عنه، برای همین پرهیز میکند از همین خب دور دوام کردن بیماری، یعنی یک مقصد روزش میخورد. و این کان مسافرا و هو لا یستضر بالصوم فصومه افضل. خب حکم این مسئله دیگر، اگر میگم مبادا مسافر باشد و همون سفرش مثلا ضررش نمیکند، این سفر آرامی است، مثل این روزایی که ما در الحمدلله در سمالیات و پاییز و ماشین و روزایی که هستیم سفر ما آرام است، اون ضرر نمیکند. خب فصومه افضل، در این حالت میگه روزه گرفتنش بهتر است. از این عبارت معلوم است که اگر روزه را بخورد اشکال ندارد مسافر، لیکن روزه گرفتنش بهتر است، لقوله تعالی، چون که خداوند فرمود و ان تصوموا خیر لكم، اگر شما روزه بگیرید برای شما بهتر است. و این افطر و قضا جاز، اگر میگه افطار کرد مبادا همین مسافر اگر روزش خورد و قضا خب بعداً قضا بیارد، جایز است، یعنی خوردنش جایز است، نه که بعد همین روزه قضا میارد. مثلا روزه میگیرد در اول روز، خب در نصف روزی الکی سفرش طولانی شد، بگیم دیگر
مشقت پیدا شد، گرسنه شد، تشنه شد، خب بعدا اشکال ندارد، روزش میخورد و ضرر ندارد. بعدا چیکار میکند؟ قضا میارد همین روزا. خب میگه لان سفر لا یعرى عن المشقه، چون که عادتا میگه سفر خالی از مشقت نیست. لا یعرى یعنی خالی نیست از مشقت ها. مراد چون هم این حضرت ها هم زمان خودشون عقب زدیدن، با هم اسب و شتر و خر و هم چیزا سفر میکردن ماه ها و هفته ها. برای این حضرت ها همون چیز زمان در بر دارن. این زمان ما نه. برای میگه مشقت از سفر یا کی میشه در زمان ما هم مثلا از وطنش میخواد طرف روسیه برای مهاجرت سفر کنه، با پویز میرد یا که با اتوبوس میرود، خب در راه از مشقت است، میتونه روزشو بخورد. خب فجعل نفسه عذرا، به همین خاطر میگه چون که سفر مشقت دارد این حالت مسافر نفس خودش همچون معذور حساب میکند. خب نه که بخلاف المرض مریضی، چون که میگه مسئله مریض این خیلی نیست. خب برای چی؟ لانه قد یخف بالصوم فشرط كونه مفضيا الى الحرج، چون که میگه مرض یعنی بیماری قد یخف بالصوم، چون که میگه اون آسانی بر روزه میگیرد، پس شرطه یعنی شرط کرده شده است که همون مرض همون حافظ چو باشد مفید به سوی حرج باشد. یعنی مقصد گپش این که خب مسئله مسافر یعنی مسافر مثل بیمار نیست. مسافر میتواند هر وقت بخورد، هر وقت روزش بگیرد، اما بیمار خیلی است. بیمار باید چیکار کند؟ حتما یا گفتیم همون خودش تجربه داشته باشد، یا که یک مسلمان طبیب، یک مثلا دکتر طبیب مسلمان باشد، عادل باشد، توصیهش میترد که مثلا همین روزه در بیماری تو ضرر دارد، بعد میتواند روزه نگیرد. اما مسافر این گونه نیست. یعنی برای مسافر شرط نیست که تجربه داشته باشد یا که یکم طبیب بپرسد، این چیزو شرط نیست. این مقصد گپش همیه. طيب مسئله دیگر، و این مات المریض او المسافر، این به همین تعلق دارد. اگر میگن مبادا همین بیمار مرد در بیمارش، یا که مسافر در راه مرد، و هما علی حالهما، یعنی بر حالت خودشون هستند، من المرض او سفر، یعنی که بیمار در هم حال بیسر بیمارش خب مرد، یا که مسافر در سفرش هلاک شد مرد، لم یلزمهم القضاء. معلوم است دیگر برای اونو میگن قضا لازم نیست. برای چی؟ لعدم ادراکهما عدتا من ایام اخر، چون که خب در ادراک در نیافتند خب اون روزهایی که باید که روزه را میگیرید. من در قرآن است که فإن لم يستطيعوا فأيام من عدة اخر، او قوله تعالی، این آیت قرآن است. مثلا در روزهای دیگر روزه بگیرید. خب طيب یعنی که اینا هلاک شدن آخه دیگر زنده نیست که دیگر در روزهای دیگر قضا بیارن. برای همین حکم قرآن که فعدت من ایام اخر که نیست، برای همین داره اینا دیگر قضا وجود نداره، چون حالا از دنیا رفتن. خب اما میگه و این صح المریض او اقام المسافر، اگر مبادا همین بیمار خب صحت یافت، یا که مسافر مقیم شد در وطنش، بیمار صحت یافت و مسافر مقیم شد، ثم مات، بعد از اون میگه مردن. مثلا مسافر اومد یک دو سه روز در خونش موند، بعد مرد. مریض هم همین خیلی هفته در خونش بود که بعد مرد. خب در این حال میگه لازمهم القضاء بقدر صحت و الاقامه. اگر میگه زنده موندن، خب برای اونها لازم است که به قدر همین صحت و همون اقامت، یعنی مقصد بیمار به قدر همین صحتش قضاش میارد و مقیم هم به قدر همون اقامتش، یعنی مسافر هم که اومد مقیم شه به قدر همون اقامتش کار میکنه قضا میارد. مقصد مسافر اومد 3 روز 4 روز مقیم شد بعد هلاک شد، یا که بیمار صحت یافت 3 4 روز، یا که 1 هفته بگیریم بعد هلاک شد. خب مثلا اینو است که خیلی اینو قضا میارن. خب میگه لوجود الادراک به هذا المقدار، چون که اینا خب در کردن همین مقدار روزها را، یعنی 1 هفته را مثلا گفتیم، به همین علت باید قضا بیارن. خب یعنی قضا معلوم است که اونا هلاک شدن چگونه، ولی در باب بعدی میارد، یعنی بعد همین باب همین مسئله را میارد که مرد بعد چگونه باید قضا بیارد و میارد. لیکن ما بیان میکنم میگه فایده همین لزوم قضا این است که وجوب الوصیت بالاطعام، یعنی واجب است که انا میگه که مثلا یعنی همین چند روزی که صحت یافت بیمار و مسافر مقیم شد، همین 1 هفته که مثلا گفتیم یا 10 روز، همین را واجب است که چیکار کنند؟ وصیت کنند.
واجب است که وصیت کنند که مثلا من خب اینا 10 روز شده است که یا 7 شده است که من صحت یافتم، مثلا وصیت میکنن که مبادا اگر خداوند مثلا از دنیا رفتم به خداوند جون من گرفت، خب من همین روزا چند روزه روزانه را گرفتن نتونستم، نو از بیماریم بگیم صحت یافتم. یا که مسافر میگه چند یا هفته شد که من از سفر برگشتم، یعنی مقیم شدم، خب مثلا مبادا اگر یکم چی شود، یعنی باید وصیت کنن اینا. یعنی مقصد در حالت محتضر، یعنی همون پیش از مردنشون محتضر میگن که احتضار، در همون حالت اینا وصیت میکنن که من همین چند روزه نگرفتم. بعد همین روزا رو چیکار میکنن؟ همون وارثاش بعد فدیهش میتن همین روزا رو. برای میگن با فایده همین که لازم است که اونا قضا ببرن چی است؟ وجوب الوصیه، یعنی واجب است که اینا وصیت کنن در حالت احتضارشون، یعنی پیش از مردنشون، بالاطعام، تو که طعامی همون فدیه همون چی رابطی همون روزی که چند روزی که یعنی هم با مقدار همون صحت و اقامت بودنشون، یعنی که همون گفتیم تخمینا 7 روز یا 10 روز مثال آوردیم که همون خیلی قضاش میارن. مقصد وارثاش فدیهش میتن همون چند روزه. خب مسئله و قضاء رمضان مخیر فیه، میگه مسئله دیگر، خب قضا آوردن ماه رمضان یعنی در مذهب ما مخیر است بنده. ان شاء فرقه، اگر بخواهد یعنی جدا جدا میخونه مثلا قضایش میارد، یعنی هم یک ماه پره، و ان شاء تبعه، یعنی یا که میخواد همون 30 روزه میگیرد، لإطلاق النص، یعنی نص مطلق آمدگی است. لكن المستحب، لیکن میگن مستحب این است که المتابعه مسارعه الى اسقاط الواجب، لیکن میگن متابعت چی است؟ خب این بهتر است، مستحب است، چون که سریعتر چون همون واجبیت رو اسقاط کنه، یعنی که همون قضایی را از گردنش کار کند، ساقط کند. اسقاط الواجب یعنی قضا آوردن ماه یعنی رمضان که نتونست گرفته، باید واجب است که قضاش بیاره، برای همین در حال باید که قضاش بجا بیاره. اگر مبادا قضاش بجا نیاورد، خب اینه که گناهگار نمیشود. خب این مسئله بیان میکنه، چون که در مذهب امام شافعی همین گونه است که میخوام برای شما کمتر واضح کنم مسئله، چون که در مذهب امام شافعی رحمه الله اگر کسی که مثلا رمضان قضا آورد، یعنی بعد از اینکه روزه، حتی در مذهب اونا همون رمضان که خلاص شد باید در حال قضایش بیاره، چون که اگر تأخیر کرد قضایش نه آورد اگر گناهگار میشه با در مذهب امام شافعی. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله این گونه نیست. دیدید که حسین میگه با قضا رمضان مخیر فیه، اختیار دارد که حاضر بخواد قضایش، یا که اختیار دارد که بعد قضاش بیارد، یعنی کاری که میخواد. این معلوم است دیگر تنبلی نکند و چند دیگر قضایی جمع نشود، چند ساله نشوند. خب و این اخره حتی دخل رمضان آخر صام الثانیه، میگه اگر با تاخیر انداخت این رمضانی گذشته شد تو اینکه داخل شد رمضان آخر، یعنی که مثلا ماه رمضان سال دیگر اومد با تو سال دیگر ناومد، صام الثانی، سال دیگر یعنی روزش نگرفت، قضاش نه آورد، رمضان دیگه اومد، همین رمضان دوم میگیرد، یعنی خب همون رمضان وقتی را روزش میگیرد. برای چی؟ لان وقته حتی، برای که همین رمضان بگیم حاضره همون وقتش معین است از جنوب شریعت، حتی اگر نیت قضای رمضان دیگر هم کند از همون رمضان حاضره واقع میشد، برای همین نمیتواند رمضان قضایش بگیرد در رمضان حاضرش. حتی لو نواه عن القضاء لا يقع الا عن ادا، برای همین واضح بیان کردم که میگن حتی اگر نیت قضا را کند فقط از ادا واقع میشد، یعنی که از رمضان وقتی کما تقدم چگونه که گذشته این مسئله. چلی که در اول کتاب بیان کردیم که ماه این روزه است که این شریعت بیان کرده که معین کرده که بخشه، برای همین در این ماه رمضان یگان روزه قبول یعنی درست نمیشد نیتش مگر همین خود رمضان. خب وقد الاول بعده، بعد میگه رمضان اولش را که اگر قضا کرده بود بعد از رمضان دومی که گرفت، اصلا این رمضان وقتی را که تمام کرد بعد او را قضا می‌مرد، یعنی بعد رمضانی که وقتی است، لانه وقت القضاء، برای که میگه بعد از اون بعد الکی وقتی و قضاش میاد. ولا فدیه علیه، در اینجا میگه فدیه نیست، یگون یعنی به سبب تاخیر انداختنش برای دیر کردنش یگون فدیه نیست. لان وجوب القضاء علی التراخی، چون که میگه وجوب قضا، یعنی که قضا آوردن ماه رمضان واجب است اگر قضاش کرده باشد، این بر علی التراخی است، یعنی با تاخیر است،
علی فور نیست. حتی کن له ایتطوع، برای همین هنگاه که میگه جایز است که حتی روزه نفلی بگیرد. مثلا یک کس مثلا قضا دارد از ماه رمضان گذشته، میخواد نفل بگیرد، میتواند بگیرد. مثلا دوشنبه پنجشنبه، روزه دوشنبه پنجشنبه روزه نفلی میگیرد، یا هم روزه 6 روز اول شوال میگیرد. خلاص روزه های نفلی میتواند گرفته با وجود اینکه بود روزه قضایی رمضان دارد. این مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است. برای همین علماها دیدید که در کتاب ها چگونه بیان کردن. طيب، والحامل والمرضع اذا خافتا على والديهما نسبا او رضاعا او على انفسهما افطرتا وقضتا دفعا الحرج ولا فدیه علیهما. میگه حامل یعنی زن حامله دار و مرضع زنی که یعنی شیرده است. مرضع یعنی رضاعت یعنی کودکی نوزاد دارد یا ماه کودک دارد. اگر میگه این زنا اذا خافتا علی والدیهما، اگر خوف داشته باشن، ترس داشته باشن بر سلامتی فرزندانشون از روی نسب یا از روی رضاعت، یعنی نسب یعنی یا کودک خچای یا که کودک از روی رضاعت که هم کودک شیر میتید، او علی انفسهما یا که بخودشون یا که هم زنا خودشون اگر روزه بگیرد، مثلا زنی حامله اگر روزه بگیرد شاید که ضررش کنه خچه، سلامتی خچه. چون که زنا در حالت حامله میخوشن که میگن بیشتر میخوان مثلا بخورند و بینوشند، یعنی بگه همون اشتهاشون بلند میشده است. برای همین شاید ضررش برساند. به همین علت میتواند که حتی برای نفس خشم ضرر باشد میتونه روزش بخورد. یا که زنی که کودک نوزاد دارد، کودک نوزاد مادرش باید بگیم که مثلا شیر سینه بتید، اما اگر نخورد خیلی شیر میتید کودک نوزاده. برای همین خب اینا چیکار میکنن؟ خب روزشون رو میخورن، افطارتا و قضاتا، بعد قضا میورن. دفعا للحرج، به خاطر همون حرج دور کردن، اینا مشقت دور کردن. ولا فدیه علیهما، بر این زن حامله و بر این زن مرضعه فدیه نیست. فدیه نه، در مذهب ما فدیه وجود ندارد. از بعد میارد فدیه فقط برای کی باشد؟ لانه برای چی اینجا این حضرت یعنی در متون مذهب امام ابو حنفی یعنی ذکر میکنن حتما این مسئله که ولا فدیه علیهما یعنی فدیه نمیتین، چون که خلاف مذهب شافعی است. چون که در مذهب شافعی اگر به سبب بیماری و به سبب همین حاملگی و همین مسائل اگر روزه گرفته نتونست، خب این روزش میخرد با فدیه میتید، هر روزه فدیه میتید با قضاش میورد. اما در ما خیلی نیست در مذهب امام ابو حنیفه، فقط قضا میورد تمام، فدیه نیست، وجود ندارد. خب برای چی میگه لانه افطار بسبب العجز؟ چون که میگه او یعنی به سبب عاجزیشون این افطار کردن، این مقصد روزشون خوردن، فیکتفی بالقضاء، پس همین قضا آوردن میگه کفایت میکنه دیگه، فدیه چی در کن؟ اعتبارا بالمريض و المسافر، همچون اعتبار بر مسئله مریض و مسافر. چه که مریض بیمار و مسافر مثلا قضا می آوردن فدیه نمیدادن، همین مثل همینا حامل مرضع، زن حامله دار و مرضع خب قضا میرن و روزه فدیه نمیدن. انا که مسئله فدیه را بیان میکند، یعنی کی نفر و کی کسا باید فدیه بدن. و الشیخ الفانی الذي لا يقدر على الصيام، میگه شیخ فانی یعنی شیخ پیرمردی پیرساله که قادر بر روزه ندارد. برای چی فانی گفته؟ برای چی میگن؟ لقربه الى الفناء، همون پیرمرد شیخ فانی میگن در زبان عربی، یعنی نزدیک شده است همون فنا شدن، یعنی فنا گفته به معنی از بین رفتنش، او لفنای قوت، یا که قوتش میگه تمام شده است، 70 ساله و 80 ساله دیگه کجا دیگه قوت دارد، یا که 80 ساله شده اون بسوی هلاک شدنش نزدیک شده است، یعنی فانی میشه. این دنیا را که بگیم که دنیا بگیم پشت سر رفته است و دیگه او آخرتش نزدیک شده است. برای همون مثلا شیخ فانیش میگن. خلاص همین شیخ فانی پیرمردی که قادر بر روزه گرفتن ندارد، یفطر و یطعم لكل یوم مسکینا کما یطعم المکفر فی الکفارات و کذا العجوز الفانیه. میگه افطار میکند، این روزش میخورد و طعام میتید برای هر یک روزش یک مسکینی رو، یعنی هم اگر 30 روز روزه را بخورد 30 روز طعام میتید یک مسکین، یک
کمبغل رو. کما یطعم المکفر فی الکفاره، چخیلی که طعام میتید مکفر یعنی کفاره دهنده در مسئله کفارات ولی بعد میاد. و کذا العجوز الفانی، همچنین است همین عجوز گفته با بگیم پیرزن میگن، یعنی کمپیر، پیرزن عجوز میگن در زبان عربی. خلاص پیرزن هم، پیرمرد و پیرزن هم هر دوشون هم حکم دارن. اگر قدرت بر روزه گرفتن نتونستن، روزه را میخرن و هر روز مسکین یک مسکین رو طعام میدن. والاصل فيه، چون که میگه اصل در همین مسئله فدیه قول تعالی که خداوند دلیل از قرآن است که وعلى الذين يطيقونه فدیه طعام مسکین، یعنی بر کسایی که یطیقون یعنی طاقت یعنی مثلا روزه رو میخرن قدرت بر گرفتن ندارن، خب با چیکار میکنن؟ فدیه طعام مسکین، طعام مسکین، فدیه میتن یعنی طعام میتن مسکین رو. معناه اینجا یطیقونه یعنی در آیات قرآن است که وعلى الذين یطیقونه ای معناه لا یطیقونه، کسایی که طاقت روزه گرفتن ندارن. در قرآن آمده است که وعلى الذين یطیقونه، یعنی در اصل لا یطیقونه، لا هم نافیش حذف شدگیه. این یک قاعده بگیم قاعده زبان عربی است که میاد در بعضی جاها همین بعضی کلمات رو اگر نفی کنن همون بعضی جا لاش میگیرن، لامش میگیرن. خلاص در همین جمع آیت هم همین خیلی است. یطیقونه یعنی طاقت دارن، به این معناش که طاقت ندارن. و علی الذین یعنی بر کسانی که طاقت گرفتن روزه ندارن فدیه بتیان، خب همچون طعام مسکین رو. ولو قدر بعض على الصوم یبطل حکم الفدا، فدا یا که فدا، اگر بگه قادر یعنی قدرت پیدا کردن همین پیرزن و پیرمرد بعد بر یعنی بعد از اینکه یعنی صحت یافتن قدرت پیدا کردن بر روزه گرفتن، یبطل حکم الفدا، بعد همون حکم فداش یعنی فدیهش بعد حکم چی میشد؟ باطل میشد. مقصد که دیگر فدیه نمیتیاده چیکار میکنه؟ روزه رو میگیرد. برای چی؟ لان شرط الخلیفه استمرار العجز، چون که میگه شرط خلیفه مراد، خلیفه اینجا مرادش جانشین، یعنی جانشین روزه برای پیرمرد و پیرزن چی بود؟ فدیه. مقصد همین شرط فدیه استمرار یعنی بردوام بودن هم عاجزی همون پیرمرد و پیرزن بود. وقتی که خب عاجزی استمرار پیدا نکرد یعنی دوام نیافت، شرط اینجا مفقود میشد، یعنی که دیگر شرطی وجود ندارد. مقصد دیگر همون فدیه اینجا نیست. بعد چیکار میکنن؟ روزه رو میگیرن، تمام. خب این بود مسئله فدیه. دیدید که در مذهب امام حنیفه فقط در یک حالت فدیه است. خب پیرمرد و پیرزنی که قادر بر روزه گرفتن ندارن همو فقط فدیه میدن. طيب این بود مسئله و بگیم یعنی احکام و مسائلی که بگیم معذورین، یعنی احکام معذورینی که برای اونا روزه گرفتن، خب یعنی روزه نگرفتن اجازت بود از جانب شریعت، یعنی که جایز برای اونا اجازت بود که روزشون رو بخورن. طيب و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین.